در ناحیه فرخار فاجعه دهشتباری رخ داد. شب 29 و 30 ایون یک زن 27 ساله با نام مدینه حلیمова خود و 4 فرزندش را از روی پل به دریای سرخاب انداخته است. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار این خبر را تصدیق کرد. با گفته او تا حال جسد 2 کودک محمد شریف زاده 3 ماهه و زینب عبدالله خانزاده 3 ساله پیدا شده است. جستجوی 2 نفر دیگر لطافت عبدالله خانزاده 5 ساله و یاسمین عبدالله خانزاده 3 ساله حالا هم ادامه دارد. همان شب مدینه آمده از بالای کوپروک اول کودکانش را میپرتاید و از پای فرزندانش خودش را هم میپرتاید، اما از آب بیرون میبراید ولی فرزندانش را پیدا نمیکند. به خانه میرود و صبح حادثه را به شوهرش گفته است. در اول کسی باورش نمیکند. بعدا وقتی کودکان پیدا نمیشوند در پای جستجویش میشوند و به مقامات خبر دادند، گفت مصاحبی ما. طبق اطلاع رسمی حالا مدینه حلیمова بازداشت شده است و دادستان ناحیه فرخار نسبت او با ماده 104 قسم دی کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی آدمکشی پرونده جنایتی باز کرده است. این اولین بار نیست که در تاجیکستان زنها دست به خودکشی یا کشتن کودکانشان میزنند. در گذشته مقامات چنین فاجعه ها را به خشونت خانوادگی ربط میدادند. تا این دم مقامات درباره جزئیات فاجعه فرخار شرحی ندادند. آنها هنوز نگفتند که چی عامل باعث گشت که یک مادر 27 ساله دست به چنین عمل زده خود و 4 فرزند کوچک خود را به دریا پرتاید. مقامات ناحیه فرخار تنها اصرار داشتند که تفتیشات ادامه دارد و سبب‌های حادثه فاجعه بار بعدتر رسما اعلان خواهد شد.